اگر دیدن و شنیدن تصاویر و داستان‌های دلخراش اذیتت میکنه، این ویدیو رو اصلا نبین. سلام بچه ها، به یه ویدیوی دیگه خیلی خوش اومدین. اسم من مرزیه است، اینجا چنل یوتیوب منه. اگر به صورت خیلی اتفاقی این ویدیو رو توی یوتیوب میبینی، ممنون میشم تا آخر این ویدیو همراه من باشی و اگر در نهایت این ویدیو رو دوست داشتی منو سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کن و نظرتو زیر همین ویدیو برام بنویس. مثل همیشه تک تک نظراتتون رو میخونم و با حوصله همه رو جواب میدم. توی این ویدیو میخوام بهت از عجیب ترین و بیرحمانه ترین آلات و اشکال شکنجه‌ای که توی این دنیا وجود داشته بگم. راستش برای خودم گرفتن این ویدیو اصلاً آسون نبوده. هر دفعه که اومدم مطالب رو با خودم مرور کنم و برای شما بخوام بازگوش کنم، خودم یه دور یه شکنجه‌ای رو تجربه کردم. پس خواهش میکنم اگر شما هم شنیدن و دیدن مطالبی که حالا مربوط به شکنجه و اذیت و آزار و این هاست اذیتتون میکنه، این ویدیو رو اصلا نبینید. من صرفاً دوست داشتم که این مطالب با شما به اشتراک بذارم. چرا؟ چون که فقط خواستم ببینید که چقدر توی این دنیا از سالهای پیش تا الان حاکمایی بودن که خیلی بیرحمانه آدما رو شکنجه میکردن. اولین وسیله شکنجه‌ای که میخوام ازش بهتون بگم اسمش هست گاو برنزی که بهش میگفتن گاو سیسیلی. این وسیله شکنجه مال یونان باستان بوده و به عنوان یکی از بیرحمانه ترین وسایل شکنجه ازش یاد میشه. این وسیله شکنجه به این صورت بوده که می اومدن یه قطعه عظیم و جثه‌ای به شکل یک گاو رو که از جنس برنز بوده رو می ساختن و داخلش رو خالی می کردن و یه دری هم روی پهلوی اون گاو درست میکردن که از طریق اون در بتونن اون مجرم بخت برگشته رو داخل این گاو بذارن. در این گاو رو میبستن و اون مجرم رو داخل این گاو رها میکردن و جوری که مجرم رو توی این گاو شکنجه میکردن به این صورت بوده که زیر این گاو رو هیزم میچیدن و آتیش میزدن. به مرور زمان این آتیش اون گاو عظیم و جثه رو خب گرم میکرده و این گرماش به حدی بوده که باعث کباب شدن مجرم داخل گاو میشده. وقتی که گرمای اون هیزمو زیادتر میکردن و آتیشو گرمتر میکردن، اون مجرم هم خب بالاخره میسوخته و کباب میشده و خب صدای ناله‌ای که میزده بلند میشده و میگن که از توی اون دهان اون گاو برنزی صدای آه و نالش رو بقیه میشنیدن و جوری بوده که انگار اون گاو داره ناله میکنه. وقتی هم که کباب میشده، اون بوی کباب شدنش هم از بینی اون گاو میزده بیرون و همه متوجه کباب شدن اون آدم توی اون گاو می شدن و توی یه سری از اسناد اومده که بعد از کباب شدنش گوشت اون رو به خورد اعضای خانوادش می دادن. از موارد بعدی که میخوام بهتون بگم شمع آجین کردن. شمع آجین کردن یکی از بدترین انواع شکنجه دوران قاجار بوده. شمع آجین کردن یکی از اون شکنجه هایی بوده که به قتل و اعدام اون فرد منتهی می شده. یعنی هدف فقط شکنجه کردن اون فرد نبوده، بلکه هدف این بوده که به این وسیله هم شکنجه بدن اون فرد و همین که اعدامش کنن. شمع آجین کردن به این صورت بوده که می اومدن یه حفره های نسبتاً عمیقی رو با میله های داغ روی بدن قربانی ایجاد می کردن. بعد از اون می اومدن یه سری شمع رو توی این حفره ها فرو می کردن و با روشن کردن اون شمع و آب شدنش یه درد خیلی زیادی رو اون قربانی باید متحمل می شده و شکنجه‌گران دقیقا همینو می خواستن و می شستن و عذاب و زجر قربانی رو موقع آب شدن اون شمع‌ها نگاه میکردن. به خاطر همینم بهش میگفتن شمع آجین. البته یه موقع‌هایی هم به جای شمع قفل به اون حفره ها آویزون میکردن تا درد بیشتری رو به قربانی تحمیل کنن. خیلی از قربانی ها بر اثر این جراحات و زیر شکنجه جون خودشون رو از دست میدادن. روش شکنجه یا همون اعدام شمع آجین یکی از اون روش‌های شکنجه‌ای بوده که قصد شکنجهگر فقط شکنجه اون فرد نبوده. گفتیم هم می‌خواستن شکنجه کنن فرد و هم باعث اعدامش می‌شدن و تازه
بعد از اعدامش هم بدن بیجونش رو داخل شهر میگردوندن که کاملا اونو تحقیر کرده باشن بین مردم شهر. با این روش هم قربانی رو تحقیر میکردن، هم میخواستن که درس عبرتی بشه برای بقیه. و جالبه بدونید عین القضات همدانی هم که یه عارف بزرگ و مشهور ایرانی بوده به همین وسیله شکنجه و اعدام شده. چنگال هرتیک یا هرتیک یکی دیگه از اسباب شکنجه قدیمی بوده که شامل یک قطعه فلزی 2 شاخه می شده. این چنگال که از بالا و پایین 2 شاخه تیز داشته به یه بند متصل می شده تا وحشتناک ترین درد رو به قربانی تحمیل کنه. در این روش که یکی از بدترین شکنجه‌های دنیا محسوب می شده، یه سر چنگال رو به زیر چونه فرد قربانی و یه سر دیگرش رو در جناق سینه اون قرار می دادن و بعد از اون رو از سقف آویزون می کردن. بند چرمی که این وسیله شکنجه داشته باعث می شده که اون چنگال در اطراف سر و گردن قربانی محکم بشه و تکون نخوره. اگر قربانی سرش رو پایین مینداخته، شاخک‌های تیز چنگال سینه و گلوی اون رو سوراخ میکردن. این اتفاق هم بالاخره برای شخص قربانی میافتاده، چون بعد از یه مدتی که اون رو آویزون کرده بودن بالاخره گردنش خسته میشده و وقتی هم که گردنش رو مینداخته بالاخره یه سر اون چنگال شکنجه بالاخره توی گلو و جناق سینه‌اش فرو میرفته و باعث درد خیلی وحشتناکی میشده. یه زمانی موش وسیله شکنجه بوده. باورتون میشه؟ و جالب تر از اون اینی که ما این صحنه رو توی یه فیلم خیلی معروفی هم دیدیم. حتی به نظر من این نوع شکنجه از بدترین انواع شکنجه بوده. از بدترین. ببینید دارم میگم بدترین. شکنجه با موش به این صورت بوده که می اومدن یه قفسی رو پر موش میکردن و روی قفسه سینه قربانی قرار میدادن و با گرم کردن این قفس باعث میشدن که اون موش احساس خطر بکنه. وقتی که اون قفس رو گرم میکنن موش شروع میکنه به کندن گوشت و پوست اون قربانی رو و وارد بدن شکنجه شونده میشه. خب مسلما اون فردی هم که داره شکنجه میشه دست و پاش بسته است و فقط داره داد و هوار میکنه. یکی از وحشیانه ترین آلات شکنجه دیگه، این وسیله که به نام پیلی وینکس معروف بوده، یه وسیله بوده با چندین کاربرد. از این ابزار استفاده میکردن برای له کردن انگشتای دست و پا، قطعات کوچکتر برای انگشتان و قطعات بزرگتر برای خورد کردن آرنج و زانو اینا استفاده می شده. مفاصل. نکته ترسناک قضیه اینه که حتی یه سری سنگایی هم درست کرده بودن برای له کردن سر و جمجمه قربانی. میگن که این وسیله انقدر دردناک بوده که کمتر کسی پیدا می شده که زیرش لب به اعتراف باز نکنه. یکی از انواع شکنجه که بهش میگفتن کفش سیمانی که توی دهه‌های اخیر هم توسط گروه مافیایی طراحی شده بوده، این نوع شکنجه برای اعدام خائنین و جاسوسان و دشمنان استفاده می شده. به این صورت بوده که می اومدن پاهای قربانی رو می ذاشتن توی سیمان و وقتی که سیمان خشک می شده اون رو توی آبهای عمیق رها می کردن و خب این سیمان چون وزن زیادی داشته این فرد رو به ته آب میکشونده و خب طرف هر کاری هم میکرده نمیتونسته خودشو به بالای آب برسونه و بتونه نفس بکشه. حتی یه سری غواص ها هم بودن که استخونهای این افراد رو توی آبها بعد از سالها پیدا کردن و میگن که پیدا کردن استخون این افراد در حالی که پاهاشون هنوز توی سیمانه یه حال خیلی عجیب و غریبی رو بهشون داده. کیسه شکنجه با پوناکولی. پوناکولی به کیسه های دباغی شده‌ای گفته میشه که در مراکش تولید و صادر می شده. به این پوست های دباغی شده که به صورت کیسه درشون می آوردن می گفتن کیسه های شکنجه
و میگن که وقتی که شخصی به گناهی مثل قتل والدین محکوم میشده، فرد رو داخل این کیسه ها میذاشتن و توی این کیسه هم پر میکردن از حیوانات وحشی درنده. میگن که این نوع شکنجه در روم باستان خیلی اجرا می شده. در ابتدا می اومدن چند تا حیوان مثل سگ و میمون و مار رو توی این کیسه های دباغی شده می زاشتن و بعد از اون فردی که محکوم به قتل بوده رو کنار اون حیوانات توی اون کیسه می زاشتن و سر اون کیسه رو می دوختن و در نهایت هم این کیسه رو به آب مینداختن تا اون فردی که محکوم به مجازاته هم غرق بشه و در حال غرق شدن هم به وسیله اون حیواناتی که داخل اون کیسه هستن دریده بشه و یه جورایی شکنجه بشه اول، بعدم غرق بشه. زنده جوشاندن. توی زمانهای قدیم از شرق آسیا تا انگلستان یه نوع شکنجه وجود داشته که بهش روش جوشاندن آدم‌ها به صورت زنده میگفتن. تو اون میومدن یه دیگ‌های خیلی بزرگی رو تهیه میکردن و اون افرادی که مستحق مجازات بودن رو اول لخت میکردن، بعد داخل این ظرفای عظیم و جثه میذاشتنشون و بسته به نوع مجازاتشون، یعنی بسته به اون نوع اون کار اشتباهی که اون انجام دادن، یا توی اون دیگ قیر میریختن یا روغن میریختن یا آب. در وحشتناکترین حالت اینو شکنجه میومدن فرد مجرم رو اول داخل آب خنک قرار میدادن، بعد کم کم حرارت رو افزایش میدادن تا جایی که این آب به نقطه جوش میرسیده. این روش بیرحمانه شکنجه در زمان سلطنت هنری هشتم انجام می شده و مجرمان رو می اومدن 2 ساعت قبل از اعدام زنده می جوشوندن. یکی دیگه از انواع شکنجه‌ای که الان میخوام بهتون بگم جدا کردن پوست از گوشت بدن انسان هاست که این نوع شکنجه به لینگچی معروف بوده. لینگچی که یکی از بدترین شکنجه های اون زمان بوده، با عناوینی مثل برش آهسته یا مرگ با هزاران برش از عناوین مختلف این نوع شکنجه است. این نوع شکنجه که مخصوص کشور چین بوده، توش می اومدن اول اون مجرمو به یه تخته چوبی می بستن و بعد از اون می اومدن تکه های پوست و گوشتش رو یکی یکی از همدیگه جدا می کردن و این بریدن پوست و گوشت مجرم رو تا جایی ادامه می دادن تا به قلب یا سرش برسن. دیگه در نهایت اون قلب و سر رو جدا می کردن و اون فرد می مرده. از لینگچی به عنوان یکی از بدترین شکنجه های اوایل قرن دهم نام برده میشه و میگن که این شکنجه لینگچی تا هزاران سال انجام میشده که خوشبختانه در سال 1905 به طور کامل این شکنجه منسوخ میشه. فکر کنید شما یه شب تا صبح نخوابید. این شکنجه چیزی نیست جز محرومیت از خواب. توی این شکنجه روانی که کم کم روی جسم افراد هم تاثیر میذاشته، می اومدن زندانی رو به زور تا چند روز بیدار نگه می داشتند که معمولا تعداد روزایی که نمیذاشتن فرد مجرم بخوابه 11 روز بوده. توی این روش شکنجه می اومدن فرد شکنجه شونده رو می اومدن به زنجیر می کشیدن و تا طرف یه ذره خوابالود می شد زنجیرها رو می کشیدن و طرف رو بیدار می کردن. و یه روش دیگه هم بوده که توش مجرم رو زنجیر نمی کردن، ولی تا مجرم حالت خوابالودگی به خودش می گرفته یه سطل آب سرد رو سرش خالی می کردن تا بیدار بشه. که خب خیلی از این افرادی که به این صورت شکنجه می شدن بعد از اینکه به زندگی عادیشون برمیگشتن دچار مشکلات خیلی شدید روحی و روانی می شدن و واقعا دیگه نمیتونستن مثل آدم عادی به زندگیشون ادامه بدن. سا تورچر یا همون اره شکنجه. توی این روش از شکنجه می اومدن قربانی رو از پاهاش آویزون می‌کردن و خب به خاطر جاذبه زمین تمام خون به سمت سر
اون فرد شکنجه شونده میرفته و خون تو سرش جمع میشده و هدف از این کار هم این بوده که تمام خون توی همه اعضای بدنش به سمت سرش بره و دردی که توی اون حین اون شکنجه بهش وارد میشه رو قشنگ با هوشیاری کامل درک کنه. 2 فرد شکنجه‌گرم هر کدوم به یه سمتی از اون وای میسادن و با یه اره‌ای که یه سمتش دست یه شکنجه‌گر بوده و یه سمت دیگهش دست یه شکنجه‌گر دیگه بوده، این فردی که از پاهاش آویزون شده بوده رو میومدن از وسط اره‌ش میکردن. فکر کنید دردناکتر از این میدونی چی بوده؟ دردناکتر از این قضیه این بوده که اکثر شکنجه‌گرا نمی اومدن طرفو خلاص کنن، می اومدن تا یه جاهایی اونو ادامه میدادن این اره کردن و بعد نصف و نیمه طرفو رها میکردن تا اینکه اون قشنگ شکنجه بشه و ذره ذره خودش بمیره. نمیدونم شما هم راجع به چیگین ها شنیدین یا نه؟ چیگین ها یه سری افراد عظیم الجثه و میگن زشتی بودن که توی دربار شاهان صفوی به عنوان جلاد ازشون استفاده می شده که رسم پرورش چیگین ها هم از زمان مغول ها توی ایران جا افتاده بوده که این رسم پرورش چیگین ها تا زمان صفوی هم ادامه داشته. یعنی از زمان مغول ها چیگین ها اومدن و پرورششون تا زمان صفوی هم ادامه داشته. توی این نوع از شکنجه که خیلی هم وحشتناک بوده به چیگین ها دستور میدادن تا روی فرد شکنجه شونده بیفتن و اونا رو زنده زنده بخورن، زنده زنده با دندون تیکه پاره کنن و بخورن. میگن که دوران صفوی که از اون دورانهایی بوده که خیلی شکنجه های بدی رو روی افراد انجام میدادن تو اون زمان. میگن که توی اون زمان یک نفر به نام جارچی باشی رو استخدام میکردن تا اونها رو تحریک کنن و فرمان قتل یک نفر یا یک خاندان رو صادر کنن. و یه داستان خیلی دردناک و ترسناک هم در این زمینه وجود داره که یکی از این جارچی باشی ها پس از دستگیری شمس الدین پاشا ریش‌های اون رو با دستش از ریشه میکنه و بعد از اون انقدر از کلمات تحریک‌آمیز استفاده میکنه جلوی شاه که شاه دستور میده یکی از این چیگین‌ها کل خانواده شمس الدین پاشا رو ببلعن. بعد از این دستور شاه صفوی چیگین‌ها به صورت خیلی وحشیانه‌ای به جون خانواده شمس الدین پاشا میافتن و یه جایی هم من خوندم که میگن بعد از این وحشیگری‌های چیگین‌ها فقط چند تا استخون و چند تا تیکه پارچه از لباس شمس الدین پاشا مونده بوده و حتی این چیگین‌ها انقدر وحشی بودن که به بچه کم سن و سال شمس الدین پاشا هم رحم نکرده بودن. واقعا نمیدونم بگم کدوم یکی از این آلات شکنجه، روش‌های شکنجه‌ای که من امروز براتون گفتم کدوم یکی بدتر، کدوم یکی یه ذره بهتر بود. هیچ کدوم که اصلا بهتر نبودن، همشون بد بودن، ولی نمیدونم بگم کدوم بد و کدوم بدتر بود. شما زیر این ویدیو برام بنویسید که کدوم یکی از این شکنجه ها به نظرتون خیلی وحشیانه اومد و به نظرتون از همه بدتر بود. برام زیر این ویدیو حتما نظراتتون رو بنویسید، همه رو میخونم. خیلی دوستتون دارم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. به انتهای این ویدیو رسیدیم. هر چقدر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید، سابسکرایب هم یادتون نره و توی ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ. اگر دیدن و شنیدن تصاویر رو اگر منو به صورت خیلی اتفاقی توی ویدیو که ممنون میشم که نداره واسه چی میگی که لایکش کن، برام نظراتتو زیرش بنویس و منو سابسکرایب کن. سوراخ‌های عمیق ایجاد میکردن. چجوری من اینو بگم؟ اینو قضات همه اینو قضات رو درست گفتم. 2 سر 2 شاخه داشته. یه بار دیگه. عمیقی دریای عمیق دریا